از یه سطحی به بعد نیاز داری که معنی کلمه ها رو آلمانی به آلمانی متوجه بشی و یه سری زونونوم واسش توی ذهنت داشته باشی، یا کلا واسه اینکه سطحت رو بالاتر ببری نیاز داری به اینکه همه چی رو آلمانی به آلمانی یاد بگیری. توی این ویدیو میخوام بهت یه دیکشنری خیلی عالی و خفن در این رابطه معرفی کنم. اسم این اپ ووتابوخ هست. ببین هر کلمه‌ای که سرچ میکنی و داره و اول اومده آلمانی به آلمانی توضیح داده معنیشو، بعد در انتها مثال زده واسط، کلا اطلاعاتی که باید در رابطه با اون کلمه بدونی و بهت میده. و ببین اومده توی حالت نومیناتیف، گنیتیف، داتیف و آکوزاتیف هم نوشته. خب چی بهتر از این؟ ببین حتی زونونوم هم اومده نوشته، بایشپیل، و حتی خدوندونگ هم اومده نوشته. ببین außer Kraft setzen, außer Kraft treten, in Kraft setzen und so weiter. بدون شک میتونم بگم که از بین دیکشنری هایی که با موبایل هست این اپ یکی از بهترین و کاملترین اپ ها هست و خیلی میتونه کمک کننده باشه واسط. به نظرم دانلودش کن. اگه دنبال ویدیوهای این شکلی بیشتری هستی بیا تو پیجم.